مقامات حربی اوکراین ویدیو بازپرسی یک سرباز روسیه را نشر کردند که میگوید از تاجیکستان است و فخرالدین حاجی قربان نام دارد. او نقل میکند که همشیرش با نام رابرت او را برای خدمت در ارتش روسیه مایل کرد و او سوار تانک به اوکراین آمد. من فرمانده تانک بودم ولی هنوز یگان بار جنگ نکرده اسیر افتادم، نقل کرد این اسیر. با گفته او آنها را اول در حدود ولایت با اوکراین هممرز برینسک جایگیر کردند و آنها شبانه حرکت میکردند. روزها در درون جنگل پنهان میشدند تا که کسی خبر نیابد، ولی درباره اینکه آنها را به جنگ برده ایستادند این سرباز چیزی نمیدانست و ما گفتند که شما را به مشق‌های حربی میبریم، ولی معلوم شد که ما را به جنگ اوکراین فرستادند، نقل کرد او. افسر اوکراینی که بازپرسی او را انجام میداد گفت ندانستن او را از جوابگری برای اشتراکش در جنگ برادرکشی خلاص نمیکند، ولی اوکراینی ها اسیران را نمیکشند. به پدر و مادرت زنگ میزنیم بگذار اومده تو را به خانه برند، گفت این افسر. از 24 فوریه به این طرف بعد شروع به نام عملیات مخصوص حربی از جانب روسیه در اوکراین، افسران و اسکران ذخیروی از جمله دهها تن از مهاجران تاجیکی که شهروندی روسیه را دارند از کمیساریات‌های حربی جای زیست خود دعوتنامه گرفتند. بنا به خبرها الکی دهها تن از زادگان تاجیکستان در اوکراین در صف نیروهای روسیه می جنگند و تا امروز درباره کشته شدن یا غیب زدن دست کم 3 تاجیک در اوکراین خبرها به دست رسیدند. از جمله ارپ، یک جوان 20 ساله زاده جماعت واروخ که شهروندی روسیه را داشت، 8 ماه پیش به خدمت حربی دعوت شده بود. در یک دیویزه تانکی خدمت میکرد. قسم حربی آنها را روز 24 فوریه بلافاصله بعد آغاز عملیات مخصوص حربی به اوکراین پرتافته بودند. از آن روز ارپ یگان بار با نزدیکانش به علاقه نبرآمده است و کسی نمیداند که سرنوشت او چه شد. همچون جمشید خدایی و شورت عبداللهیف، 2 زاده نویه درواز که شهروند روسیه بودند نیز در اوکراین کشته شدند. درباره مرگ این زادگان تاجیکستان معلومات بیشتری در دست نیست و مقامات روسیه در این باره معلومات رسمی پیشنهاد نکردند. این هنوز معلوم نیست که آنها به تاجیکستان آورده میشوند یا در روسیه دفن کرده میشوند. مقامات روسیه روز 2 مارس گفتند که 498 تن از نیروهایش در جنگ اوکراین کشته شدند. جانب اوکراین تلفات ارتش روسیه را حدود 11000 نفر اعلام کرده است.